کارمندان مرکز نظارتی دولتی санитарию эпидемиологии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ гурӯҳи эҷодии телевизиони Регар дар нуқтаҳои савдо, мағоза ва дӯконҳои бозори марказӣ санҷиш гузаронданд. Чун инҷо маълум гардид, дар аксар дӯкону мағозаҳо оддитарин қоидаҳои санитарию гигиенӣ риоя намешавад. Илова бар ин, маҳсулотҳои пастсифат ва муҳлати истифодашон гузаштаро фурӯшандагон пешкаши харидорон намуданд, ки ин амалҳои онҳо оқибати хуш надорад. اینجا باشد مغازه اخلاص نام دارد. بیننده عزیز خود قضاوت کنید. مغازه را اخلاص نامگذاری کردن، با همین نام مزاجان را، خریداران را به خود جلب می‌سازند. و در اینجا چه که ما دیدن کردیم، اکثریت محصولات خوراکواری مهلت استفادهش کایها باز گذشته است و به سلامتی انسان خطر دارد، یعنی که آدم را به بیماری‌های صحتی گرفتار می‌کند. اگر مغازه اخلاصش همین باشد، پس خود اندیشه کنید که دیگر مغازه‌ها با چه نام‌ها می‌توانند محصولات خود را پیشکش خریداران بگردانند. باید ذکر نمود که محصولات‌های پستیفاد از قبیلی شیرینی‌ها، کلچه قند، හැ асиб، گشتی قیمه، قضی، равғани مسکه و غیرها آشکار کرده شد که به سلامتی انسان ضرر دارد. علاوه بر این محصولات‌های به فروش گذاشته شده صنایع براریش و استعمالشان معلوم نیست. اگر باشد هم با روچکه نوشته شده است که این عمل‌های فروشندگان غیر قانونی حسابیده می‌شود. مهلت استفادهش علاقه گذشته است. شما این را چیکار می‌کنید؟ ایرا بود صاحبش بوده میتیم از میتونیم. کی صاحبش؟ صاحبش در دوشنبه همون استحصال کننده همونجا آدرس همش در همونجا هست. صنایع براریش ایرا ای فیلم خودشون پسند همونجا هست. نمر هست رفته همش در. من همی سراغ دارم. تو حقوق نداری یک کنده پرتویی ایسر. وای ای درون. با حقوق هم نداری که یا به سراغ بیاری با مردم با. نه ای درون. این چیزی که کنده هم نمیتونه. ای درون وای. که سراغ موندگی ای بلوش تلفن زدگی. از رفت سنجشی امروزه دیرکتور مرکز نظارتی دولتی санитарию эпидемиологии шаҳри Турсунзода мизробхон низомов таъссуроташ ро чунин баён кард. مقداری کلان زیاده قریب 70-80 کیلو محصولات گوشتی که امروز پستسیفات که از خارج وارد شدن و با گرفته با دست گرفته که مهلت استفاده برایشان گذشته است با مردم پیشکش کرده ایستادن برای فروش برای محصولات. اینا محصولات قنادی هم زیاده قریب زیاده از 100 کیلو اینا محصولاتی که استحصال فدراسیای روسیه میباشند، اینا که با مقداری زیاده 50 کیلو امروز که مهلت استفاده برایشان گذاشتند و هم محصولات وطنی هم که مهلت استفاده برایشان گذاشته است و قاعده و معیارهای سانیتری عموما قریب در اینجا رعایت کرده نمیشوند، هم مهلت گذاشته است. این محصولات قنادی هست که زیاده باید مهلت نگهداری معین باید داشته باشند، زیاده 30 شبانه روز، اما اینو هم زیاده قریب 2 ماه نگه داشته است. از کرمایی که در درون این میبینید در حالت ناگواری ویرانشوی آمده است. این خنک نظری از طرف همون فروشندگان میباشند که قاعده و معیارهای نگهداری عموما رعایت کرده نمیشه. در مغازه اینا آبهای نوشکী هم امروز که اینا استحصال قزاقستان میباشد از مغازه گرفته شد. با یک جایی دیده برآمدیم اینا مهلتی براریش سال 2016 تا 11 2017 می باشد که مهلتی استفاده برایش گذشته است. اینا با مقداری کلان از مغازه از فروش گرفته شد. همین گونه سنجش‌ها در مغازه‌های فروش بازیچه‌های کودکانه نیز صورت گرفت. در اکثر مغازه‌ها بازیچه‌های کودکانه رزینی یا خود غیر استانداردی به فروش گذاشته شده است که به سلامتی کودکان ضرر دارد. من معلوم شده است که تمام محصولاتی که در فروش استاده است اینا همش صاحبکارا از بازار کاروان پایتخت آورده میفروشند. وقت سنجش‌ها معین گردید که بسیار بازیچه‌های کودکانه حجت‌های تصدیق می‌کردگی یعنی سرتیفیکات ندارند که اینا همش خطرناک حساب می‌رد برای ارگانیسم سلامتی کودکانه. برای که ما طلب کردیم که همین لحاظ تمامی صاحبکارا همین چیزی که آورده میفروشه در حدود شهر تورسونزاده باید که از صاحب همین محصولات حجت‌های تصدیقی لازمه طلب کند، آورده همینجا نشان داده بعد فروختنش لازم است که این یک پیشگیری سرشایی بیماری سرطان در بین اهالی میباشد. اکثر صاحبان مغازه‌ها به حجت‌های تصدیق کننده و سرتیفیکات مال و محصولات فعالیت دارند که این عملیشان برخلاف قانون است. ندانستن قانون شخص را از جوابگری آزاد نمی‌کند، ولی دانستن آن باشد به منفعت شخص است. صابر جان سعیدов، سیفالدین ابراهیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.